همونطور که مشاهده میکنید تمام روده ها درگیر زردی، هیچ رنگ زردی. خب تمام بدن گاو اینجوریه. بعد خونه‌داری هم هست، بعد کلی زمان میبره تا گاو اینجوری بشه. باید اینقدر جاش گرم باشه، کنه داشته باشه، غذای گرم بیش از حد هم چندین غذای گرم داخل هم باشه بدیش تا به این روز بیفته. بخولن قد زمان میبره. نگاه تمام اجزای داخلی بدنش درگیر زردیه دیگه، همراه با عفونت داخلیه. نگاه یه الان فکر کنم کلیهش باشه. نگاه تو چه بافتی دور کلیه، میبینی تماما زرد، هیچ نقاشی بالاتر از اینی. نگاه تمام روده ها زرد. این گاو آلمان هم ببردیش جواب نمیده.